سلام، به کانال لالایی قصه ها خوش اومدین. امشب قراره با هم به دنیای یکی از قصه های قدیمی و دوست داشتنی سفر کنیم. داستان ماه پیشونی. قصه یه دختری آروم و مهربون که نشونی مثل ماه روی پیشونیش داره و همین پاکی و زیبایی حسادت و سختی های زیادی براش میاره. ماه پیشونی با وجود تنهایی، بیمهری نامادری و راه های سختی که پیش روش قرار میگیره، دل پاک و صبرش رو از دست نمیده و قدم به قدم مسیر زندگی رو با مهربونی و امید جلو میره. این قصه روایت آروم پیروزی خوبی بر بدیه. داستانی نرم و خیال‌انگیز برای دلهایی که میخوان قبل از خواب از شلوغی روز فاصله بگیرن. چراغ‌ها رو کم کنین، نفس عمیق بکشین و اجازه بدین قصه ماه‌پیشونی امشب مثل یک لالایی قدیمی شما رو به آغوش خواب ببره. بریم سراغ داستان ماه‌پیشانی. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. مردی بود و زنی داشت که خاطرش را خیلی می‌خواست. و از این زن دختری پیدا کرد خیلی قشنگ و پاکیزه و اسمش را گذاشت شهربانو. وقتی شهربانو 7 ساله شد، او را فرستاد مکتبخانه که پیش ملا باجی درس بخواند. گاهی که بچه‌ها برای ملا باجی هدیه می‌آوردند، ملا باجی می‌دید هدیه شهربانو از بقیه بهتر است. ملا باجی با شهربانو گرم گرفت و بنا کرد از زیر زبانش حرف کشیدن. طولی نکشید فهمید کار و بار پدر شهربانو حسابی رو به راه است و در زندگی کم و کسری ندارد. ملا باجی آنقدر به شهربانو مهربانی کرد و قاپش را دزدید که اگر میگفت ماست سیاه است، شهربانو بی برو برگرد باور میکرد. یک روز ملا باجی کاسه‌ای داد دست شهربانو و گفت: این کاسه را بده به مادرت. از قول من سلام برسان و بگو ملا باجی گفته آن را از سرکه پر کن و بفرست برای من. وقتی مادرت رفت توی انبار تو هم همراهش برو. بگو ملا باجی سرکه 7 ساله خواسته و نگذار از خمره‌ای به غیر از خمره هفتمی سرکه بردارد. همین که رفت سر خمره هفتم و خم شد کاسه را بزند توی سرکه، پاهایش را بلند کن و تند بندازش توی خمره و در خمره را بگذار. شهربانو گفت خیلی خوب. و همانطور که ملا باجی یادش داده بود مادرش را انداخت توی خمره و در خمره را گذاشت. پدر شهربانو سر شب آمد خانه. از او پرسید مادرت کو؟ شهربانو جواب داد نمیدانم، من که آمدم خانه نبود. فردای آن شب شهربانو رفت مکتب و ماجرا را برای ملا باجی تعریف کرد. ملا باجی از خوشحالی شهربانو را بغل کرد، نشاند روی زانوی خودش، ماچش کرد و دستی به سر و روی او کشید. چند روزی که گذشت ملا باجی یک مشت خاک شیر داد به شهربانو و گفت: به خانه که رفتی اینها را بریز روی سرت و وقتی روبروی بابات نشستی جلوی منقل سرت را تکان بده تا خاک شیرها بریزد توی آتش و درق و دروغ صدا کند. آن وقت بابات میپرسد این سر و صداها چیست؟ تو بگو سرم شپش گذاشته. من که کسی را ندارم پرستاریم کند. سرم را بجوید، رختم را بشورد و ببردم حمام. حالا که مادرم نیست، اگر یک زن بابا داشتم اقلن حال و روزم بهتر از این بود. بعد گریه و زاری راه بنداز و بگو باید زن بگیری که تر و خشکم کند و دستی به سرم بکشد. اگر پرسید کی را بگیرم، بگو یک دست دل و جگر بگیر، آویزان کن بالای در خانه. هر کس اول آمد و سرش خورد به آن، او را بگیر. شهربانو گفت به چشم. و همانطور که ملا باجی گفته بود عمل کرد. پدر شهربانو فردا صبح رفت یک دست دل و جگر گرفت آورد خانه و آویزان کرد بالای در. ملا باجی که گوش به زنگ بود زود سر و کله‌اش پیدا شد و به بهانه‌ای آمد توی خانه. سرش را زد به دل و جگر و شروع کرد به اوقات تلخی و سر و صدا راه انداختن که ای وای، این چه بود خورد توی سرم و 4 قدم را کثیف کرد. در این بین پدر شهربانو آمد بیرون. از ملا باجی عذرخواهی کرد و قضیه را برایش گفت.
بعد هم ملا باجی را برد پیش ملا عقد کرد و دستش را گرفت آورد خانه. ملا باجی دختری داشت که به عکس شهربانو زشت و بدترکیب بود. این دختر را هم روی جلو جهازش آورد خانه پدر شهربانو. ملا باجی 2-3 روزی را به رفت و روب خانه و بازدید اساسیه گذراند و آخر سر سری زد به انبار و رفت سراغ خمره هفتمی. همین که در خمره را برداشت، گاو زردی از خمره آمد بیرون. ملا باجی دست باچه شد. با خودش گفت نکند این مادر شهربانو باشد و گاو را برد انداخت توی طویله و از همان روز یواش یواش شروع کرد با شهربانو بدرفتاری و همه کارهای سخت را از آب و جاروی حیاط گرفته تا شستشوی رختها و ظرفها انداخت گردن شهربانو و از هر کاری هم 100 جور بهانه می‌گرفت و تا می‌توانست شهربانوی بیچاره را می‌چزاند و از نشگون و سقلمه هم مضایقه نمی‌کرد. خلاصه ملا باجی آنقدر به شهربانو سخت گرفت که اگر کسی وارد خانه می‌شد خیال می‌کرد شهربانو کلفت خانه است. شهربانو می‌سوخت و می‌ساخت و از ترس ملا باجی جرأت نداشت به پدرش چیزی بگوید. چند روز بعد ملا باجی برای اذیت و آزار شهربانو راه تازه‌ای پیدا کرد. به شهربانو گفت از فردا باید اتاقها و حیاط را پیش از درآمدن آفتاب جارو کنی و ظرفها را بشوری. بعد هم باید 1 بغچه پنبه و 1 دوک نخریسی برداری و گاو را ببری صحرا و تا غروب بچرانی. پنبه را نخ کنی و نخها را غروب بیاری تحویل من بدی و تند به کارهای مانده خانه برسی. شهربانو که جرأت نمی‌کرد به ملا باجی نه بگوید گفت خیلی خوب و فردا کله سحر پا شد، خانه را رفت و روب کرد و همین که آفتاب زد بغچه پنبه را گذاشت روی سرش، دوک نخریسی را گرفت به دست و گاو را از طویله بیرون آورد و راهی صحرا شد. در راه همش غصه می‌خورد و با خودش می‌گفت خدایا اگر من به جای 2 دست 10 تا دست هم داشته باشم نمی‌توانم تا غروب این همه پنبه را بریسم و اگر نریسم شب جواب ملا باجی را چه بدهم. شهربانو به صحرا که رسید گاو را ول کرد توی علف‌ها و رفت نشست روی تخت سنگی و شروع کرد به رشتن پنبه‌ها. نزدیک غروب شهربانو دید هنوز نصف پنبه‌ها را نرشته و از غصه به حال زار خودش اشک ریخت. در این موقع گاو آمد ایستاد روبروی شهربانو و با دلسوزی به او زل زد. بعد شروع کرد تند تند از یک طرف پنبه خوردن و از طرف دیگر نخ پس دادن. آفتاب غروب از نوک درختها نپریده بود که گاو همه پنبه‌ها را نخ کرد. شهربانو خوشحال شد. نخها را جمع و جور کرد، گذاشت توی بغچه و بغچه را گذاشت روی سرش و گاو را انداخت جلو و راهی خانه شد. به خانه که رسید گاو را برد بست توی طویله و رفت نخها را تحویل ملا باجی داد. ملا باجی نخها را گرفت و گفت حالا برو به کارهای خانه برس. وقتی شهربانو کارهای خانه را تمام کرد، ملا باجی 1 تکه نان خشک داد به او. شهربانو نان را آب زد، خورد و با چشم گریان و دل بریان رفت گوشه‌ای گرفت خوابید. صبح فردا ملا باجی به جای 1 بغچه پنبه 3 تا بغچه پنبه داد به شهربانو. شهربانو هم پنبه‌ها را کول کرد. گاو را انداخت جلو و برد به صحرا. مثل روز قبل نشست وسط سبزه‌ها و بنا کرد به نخریسی. بعد از ظهر شهربانو دید از 3 بغچه پنبه 1 را هم نتوانسته بریسد و دلش گرفت و های های شروع کرد به گریه. در این موقع بادی آمد پنبه‌ها را قل داد و برد. شهربانو پا شد دوید دنبال پنبه‌ها، اما پیش از آن که برسد به آنها پنبه‌ها افتادند توی چاه. شهربانو با خودش گفت ای داد و بیداد، دیدی چه خاکی به سرم شد؟ اگر تا حالا هر شب کتک می‌خوردم و بد و بیراه می‌شنیدم، از امشب دیگر سر و کارم با داغ و درفش است. شهربانو در این جور فکرها بود و گریه‌زاری می‌کرد که گاو آمد جلو. زبان وا کرد و گفت
دختر جان نترس، برو ته چاه، دیوی آنجا نشسته. اول سلام کن، بعد هرچه از تو خواست تو واروش را بزن، چون کار دیوها وارونه است. گاو چم و خم رفتار با دیوها را به شهربانو یاد داد و شهربانو رفت توی چاه. به ته چاه که رسید دید باغچه‌ای آنجاست و دیو نخراشیده نتراشیده‌ای لم داده کنار باغچه. شهربانو تا چشمش افتاد به دیو سلام بلند بالایی کرد. دیو گفت آهای چشم سیاه دندان سفید، اگر سلام نکرده بودی تو را یک لقمه چپم کرده بودم. حالا بگو ببینم تو کجا اینجا کجا؟ اینجا جایی است که سیمرغ پر می‌ریزد، پهلوان سپر می‌اندازد و آهو سم. شهربانو شرح و حالش را از سیر تا پیاز برای دیو تعریف کرد. دیو گفت قبل از هر چیز پاشو آن سنگ را بردار بزن توی سر من. شهربانو تند رفت جلو و سر دیو را گذاشت توی دامنش و بنا کرد به جستن شپش‌های دیو. دیو زیر چشمی نگاهش کرد و پرسید سر من تمیزتر است یا سر نامادریت؟ شهربانو جواب داد مرده‌شور سر نامادریم را ببرد، البته که سر تو تمیزتر است. دیو گفت خیلی خوب، حالا پاشو کلنگ را بردار و خانه را خراب کن. شهربانو زود بلند شد، جارو را برداشت و حیاط را جارو کرد. دیو پرسید حیاط من بهتر است یا حیاط شما؟ شهربانو جواب داد حیاط شما چه دخلی دارد به حیاط ما؟ حیاط ما از گل و خشت خام است و حیاط شما از مرمر رخام. دیو گفت حالا پاشو بزن ظرفها را بشکن. شهربانو فوری بلند شد، ظرفها را شست و مثل آینه برق انداخت. دیو گفت بگو ببینم ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای شما؟ شهربانو گفت وا خاک بر سرم، این چه سوالی است که میپرسی؟ معلوم است که ظرفهای شما بهتر است. ظرفهای ما از گل و سفال است و ظرفهای شما از طلا. دیو گفت آفرین، حالا که تو اینقدر خوبی برو گوشه حیاط پنبه‌های نخ شده را بردار و برو. شهربانو رفت دید همه پنبه‌ها شده کلاف نخ و کنار نخها چند تا کیسه طلاست. به طلاها دست نزد، نخها را برداشت و برگشت پیش دیو که از او خداحافظی کند. دیو گفت کجا به این زودی؟ یک کم پا نگه دار که هنوز کارت تمام نشده. نخها را بگذار زمین و از این حیاط برو به حیاط دوم و از حیاط دوم برو به حیاط سوم که از وسطش جوی آبی می‌گذرد و کنار آب بنشین. هر وقت دیدی آب زرد آمد به آن دست نزن و هر وقت آب سیاه آمد از آن بزن به سر و چشم و ابرویت و وقتی آب سفید آمد صورتت را با آن بشور. شهربانو گفت خیلی خوب و رفت به حیاط سوم. کنار آب نشست. سر و چشم و ابرویش را با آب سیاه و صورتش را با آب سفید شست و برگشت که از دیو خداحافظی کند و به خانه برود. دیو گفت اگر کارت گیر کرد سری به من بزن. شهربانو گفت خیلی خوب و نخها را برداشت. از چاه آمد بیرون و اینور و آنور را گشت تا گاو را پیدا کرد. هوا تاریک شده بود، اما شهربانو دید پیش پایش روشن است و میتواند جلویش را ببیند. خوب که به دور و برش نگاه کرد فهمید روشنی از خودش است. نگو همین که با آب سفید صورتش را شسته بود، یک ماه در پیشانیش در آمده بود و یک ستاره در چانه‌اش. شهربانو فکر کرد اگر با این ماه و ستاره‌ای که روی صورتش پیدا شده برود خانه، ملاواجی بیشتر اذیت و آزارش می‌کند و زود با لچکش پیشانی و چانه‌اش را پوشاند و راه افتاد به طرف خانه. به خانه که رسید گاو را برد بست توی طویله و رفت نخها را داد به ملاواجی. ملاواجی پاک انگشت به دهن ماند که شهربانو چطور توانسته یک روزه 3 بقچه پنبه را بریسد و برای اینکه از کارش ایراد بگیرد شروع کرد به زیر و رو کردن نخها.
اما وقتی خوب بالا پایینشان کرد و دید هیچ ایرادی ندارند، تعجبش بیشتر شد. به شهربانو گفت: زود برو به کارهای خانه و آشپزخانه برس. شهربانو گفت: خیلی خوب. و رفت ظرفها را شست و بنا کرد به جارو کردن آشپزخانه. ملاواجی با خودش گفت: چون توی تاریکی نمی‌شود خوب جارو کرد، الان موقع خوبی است برم بهانه بگیرم و کتک مفصلی به شهربانو بزنم. اما هنوز به در آشپزخانه نرسیده بود که دید انگار توی آشپزخانه چلچراغ روشن کردند و از تعجب خشکش زد. بعد یواش یواش رفت جلو. دید از پیشانی شهربانو ماه میتابد و در چانه‌اش ستاره میدرخشد و از خوشگلی صورتی هم به هم زده که در همه دنیا لنگه ندارد. مولاواجی دست شهربانو را گرفت برد توی اتاق. گفت: بدون کتک خوردن و فحش شنفتن بگو ببینم چطور شد که اینطوری شد؟ شهربانو هم صاف و پوست کنده از اول تا آخر همه چیز را برای مولاواجی تعریف کرد. مولاواجی به این فکر افتاد که دخترش را صبح فردا با شهربانو بفرستد به صحرا، بلکه او هم برود توی چاه، آبی بزند به سر و صورتش و ماهی در پیشانیش در بیاید و ستاره‌ای در چانه‌اش پیدا شود. این بود که به شهربانو کمی روی خوش نشان داد، لبخندی به او زد و گفت: شهربانو جان، فردا دختر من را با خودت ببر به صحرا. او را بفرست توی چاه و کارهایی را که خودت کرده‌ای به او یاد بده تا در صورت او هم ماه و ستاره در بیاید و مثل تو خوشگل شود. شهربانو گفت: به روی چشمم، هیچ عیبی ندارد. فردا صبح زود مولاواجی به جای 3 بقچه پنبه، نیم بقچه به شهربانو داد و چون دخترش هم همراه او بود، به جای نان خشک و پنیر مانده، برای نهارشان نان شیرمال و مرغ بریان گذاشت و آنها را دست در دست هم از خانه فرستاد بیرون. شهربانو و دختر مولاواجی و گاو راه افتادند. رفتند تا رسیدند به صحرا. دختر مولاواجی به شهربانو گفت: زود باش، چاه را نشانم بده. شهربانو چاه را نشانش داد. دختر مولاواجی پنبه‌ها را برداشت، انداخت توی چاه و خودش هم رفت پایین و دید دیو نخراشیده نتراشیده‌ای ته چاه توی حیاط خوابیده. دیو از صدای پا بیدار شد. دید دختر زشتی ایستاده روبرویش و بی آنکه سلامی بکند، زل زده توی چشمهایش و بر رو بر نگاهش می‌کند. دیو دختر را زیر چشمی ورانداز کرد و گفت: تو کجا؟ اینجا کجا؟ دختر گفت: پنبه‌هایم را باد آورد انداخت توی چاه. آمدم ورشان دارم. دیو گفت: عجله نکن. اول بیا سر من را بجور. بعد برو پنبه‌ها را بردار. دختر رفت جلو. چنگ انداخت لابلای موهای دیو و بنا کرد به جستن آنها. دیو گفت: بگو ببینم، موهای من تمیزتر است یا موهای مادرت؟ دختر گفت: البته موهای مادرم. موهای تو به جای شپش مار و عقرب دارد. دیو گفت: خیلی خوب. حالا پاشو حیاط را جارو کن. دختر پا شد سرسری حیاط را جارویی زد و برگشت پیش دیو. دیو پرسید: حیاط شما بهتر است یا حیاط من؟ دختر جواب داد: البته که حیاط ما. تو حیاط ما دل آدم باز می شود، اما تو حیاط تو دل آدم می گیرد. دیو گفت: خیلی خوب. حالا برو ظرفها را بشور. دختر مولاواجی گفت: خدایا، این دیگر چه بلایی بود که من گرفتارش شدم؟ و همانطور که نق و نوق می کرد، رفت به ظرفها آبی زد و چیدشان کنار آشپزخانه. دیو پرسید: ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای شما؟ دختر جواب داد: مرده‌شور ظرفهای تو را ببرد که آدم حالش به هم می‌خورد نگاهشان کند. ظرفهای ما از تمیزی مثل آینه برق می‌زنند و آدم حظ می‌کند توی آنها چیزی بخورد. دیو گفت: تا همینجا بس است. برو پنبه‌هایت را از کنج حیاط بردار و برو. دختر مولاواجی تند رفت توی حیاط.
دید بغل پنبه‌ها چند تا شمش طلا هست. با اینکه شمش‌ها خیلی سنگین بود، 2-3 تاشان را برداشت و با عجله چپاند زیر بغلش. سرش را انداخت پایین و بدون خداحافظی راهش را گرفت که از چاه بیرون برود. دیو صدا زد: کجا به این زودی؟ بیا جلو که من حالاها با تو کار دارم. دختر برگشت پیش دیو و ایستاد جلویش. دیو گفت: قبل از این که بری بیرون، از این حیاط برو به حیاط دوم و از حیاط دوم برو به حیاط سوم. کنار آب روانی که از وسطش می‌گذرد بنشین. هر وقت دیدی آب سفید و آب سیاه آمد، به آن دست نزن. هر وقت دیدی آب زرد آمد، دست و صورتت را با آن بشور و بعد برو پی کارت. دختر رفت کنار جوی آب نشست. همین که دید آب زرد آمد، دست و رویش را شست و پنبه‌هایش را برداشت و از چاه بیرون رفت. شهربانو تا چشمش افتاد به دختر ملاواجی، چیزی نمانده بود از ترس زهره ترک شود. چون یک مار سیاه در پیشانیش درآمده بود و یک عقرب زرد از چانه‌اش بیرون زده بود. اما از ترسش حرفی نزد و با او راه افتاد طرف خانه. چشمتان چیز بد نبیند. همین که ملاواجی در را به روی دخترش باز کرد و او را دید، از ترس جیغ بلندی کشید. بعد از هول این که در و همسایه‌ها دخترش را ببینند، او را تند برد توی اتاق و سر دختر داد زد: چرا خودت را این ریختی کردی؟ دختر ماجرای آن روز را از اول تا آخر شرح داد. ملاواجی گفت: حالا نخها کو؟ طلاها کجاست؟ دختر بقچه را گذاشت زمین و ملاواجی دید اصلا نخی در کار نیست و همه‌اش پنبه است. ملاواجی گفت: شمش‌های طلا را بده ببینم. دختر دست کرد از زیر بغلش، به جای شمش طلا 2 تا تکه سنگ درشت درآورد و گذاشت جلوی مادرش. ملاواجی 2 دستی زد توی سر دختر و گفت: ای بی ارزه، خاک بر آن سرت بکنند. حیف آن همه زحمتی که بالای تو کشیدم. دختر گفت: من که خودم نخواستم برم پیش دیو. خودت من را فرستادی. حالا سرکوفت هم میزنی؟ و های های بنا کرد به گریه کردن. ملاواجی دلش سوخت. گفت همه اینها تقصیر این شهربانوی ورپریده است و شهربانو را گرفت به باد کتک. بعد دخترش را برد پیش حکیم باشی که برای مار و عقربی که در صورتش درآمده فکری بکند. حکیم باشی دختر ملاواجی را معاینه کرد و گفت: ریشه این مار و عقرب در دل است و نمی شود ریشه کنش کرد. فقط 1 روز در میان باید آنها را از ته ببری و جاشان نمک بپاشی. از آن روز به بعد ملاواجی 1 روز در میان کارد تیزی بر می داشت و مار و عقرب را می برید. اما همانطور که حکیم باشی گفته بود، هیچ وقت ریشه کن نمی شدند. ملاواجی از این ور می برید و آنها از آن ور در می آمدند. حالا این را دیگر خدا می داند که ملاواجی با شهربانو چه کرد و چه به روزش آورد. روزی از روزها یکی از همسایه‌ها ملاواجی و دخترش را به عروسی دعوت کرد و از آنها وعده گرفت حتما به عروسی برود. ملاواجی به دخترش رخت نو پوشاند و کلی زر و زیور به او آویزان کرد و با دستمال ابریشم پیشانی و چانه‌اش را بست که کسی مار و عقرب را نبیند. خودش هم رخت نو پوشید و 7 قلم آرایش کرد. شهربانو هم گوشه‌ای ایستاد و با حسرت به آنها نگاه می‌کرد. ملاواجی از شهربانو پرسید: تو هم می‌خواهی با ما بیایی عروسی؟ شهربانو گفت: آره. ملاواجی گفت: خیلی خوب. الان فکری به حالت می‌کنم. بعد رفت توی انبار 3-4 تا کیسه نخود، لوبیا و لپه را با هم قاطی کرد و دوباره ریختشان توی کیسه و کیسه ها را آورد. چید جلوی شهربانو و پیاله‌ای هم داد دستش و گفت: این هم عروسی تو. تا ما برمیگردیم باید این پیاله را از اشک چشمت پر کنی و این نخود، لوبیا و لپه ها را هم سوا کنی.
ملا باجی این را گفت و خوشحال و خندان دست دخترش را گرفت و از در بیرون رفت. شهربانو نشست کنار حوض. زانوی غم بغل کرد و رفت توی فکر که چطور پیاله را با اشک چشم پر کند و چطور 3 کیسه نخود، لوبیا و لپه را از هم سوا کند که یک دفعه یادش آمد دیو به او گفت هر وقت کارت گیر کرد بیا سراغ من. پا شد مثل برق و باد رفت پیش دیو. سلام کرد و مشکلش را گفت. دیو گفت این که قصه ندارد و پا شد رفت یک چنگ نمک دریایی آورد و داد به شهربانو و گفت پیاله را پر کن از آب و اینها را بریز توی آن. یک خروس هم به تو میدهم مثل خروس خودتان تا دانه ها را برایت سوا کند. به شرطی که خروس خودتان را تار و مار کنی که زن پدرت از قضیه بویی نبرد. اگر دلت میخواهد عروسی هم برید بگو تا وسیله‌اش را جور کنم. شهربانو گفت خیلی دلم میخواهد برم عروسی. دیو فوری رفت صندوقی آورد. گذاشت جلوی شهربانو و از توی آن یک دست لباس عروسی با تاج و گل کمر و کفش قشنگ درآورد و داد به شهربانو. یک گردنبند مروارید و یک جفت دستبند طلا و یک انگشتر الماس هم داد. به او گفت به خانه که رسیدی لباست را عوض کن و برو عروسی و زودتر از مهمانها عروسی را ترک کن. برگرد خانه و همان لباسهای قبلیت را بپوش. بعد ظرف سفالی کوچکی از زیر تشکچه‌اش درآورد و از روغنی که توی آن بود مالید به پاهای شهربانو که تر و پرز شوند. آن وقت توی یک دست شهربانو خاکستر ریخت و توی دست دیگرش یک دسته گل گذاشت و گفت وقتی رفتی عروسی خاکسترها را بپاش به سر ملاواجی و دخترش. گلها را هم بریز روی سر عروس و داماد و مهمانها. شهربانو تند برگشت خانه. پیاله را پر از آب کرد و نمک را ریخت توی آن. خروس ملاواجی را از خانه بیرون کرد و خروسی را که دیو داده بود به او انداخت به جان دانه ها. آن وقت لباسهایش را درآورد. برد توی طویله قایم کرد و لباسهای تازه را پوشید و زر و زینتش را بست به خودش و صورتش را 7 قلم از خط و خال گرفته تا وسمه و سرمه و سرخاب و سفیداب و زرک آرایش کرد و رفت عروسی. همین که شهربانو پا گذاشت به مجلس عروسی، غوغایی به پا شد آن سرش ناپیدا. دیگر کسی به عروس نگاه نمی کرد. همه چشم دوخته بودند به شهربانو و از همدیگر می پرسیدند این دختر کیست که از قشنگی به ماه می ماند؟ اقوام داماد فکر می کردند شهربانو کس و کار عروس است و قوم و خویش‌های عروس خیال می کردند از طایفه داماد است. همه ماتشان برده بود و باور نمی کردند آدمیزادی با آن خوشگلی وجود داشته باشد. در این بین دختر ملاواجی که به شهربانو خیره شده بود به مادرش گفت ننه نکند این شهربانو است که آمده اینجا. ملاواجی گفت خدا عقلت بده. شهربانو الان دارد دانه ها را از هم جدا می کند و هی زور می زند بیشتر اشک بریزد و پیاله را پر کند تا کمتر کتک بخورد. دختر گفت آخر همه چیزش به شهربانو رفته. چشم و ابرو و قد و قامتش با او مو نمیزند. ملاواجی گفت ول کن تو هم با این حرفا. توی یک جالیز می روی 100 تا بادمجان مثل هم پیدا می شود. آن وقت تو می خواهی توی یک شهر 2 تا آدم مثل هم پیدا نشود؟ آخرهای مجلس دخترها یکی یکی شروع کردند به رقص و هر کدام یک دور رقصیدند. نوبت که رسید به شهربانو پا شد چرخی زد و چنان رقصی کرد که همه انگشت به دهان ماندند و در حین رقص دست گل را پرت کرد طرف عروس و داماد. دست گل بین زمین و هوا شد یک خرمن گل خوشبو و همه اهل مجلس را غرق گل کرد. بعد دست دیگرش را به سمت ملاواجی و دخترش تکان داد و آن یک چنگ خاکستر شد یک کپه خاکستر و نشست رو سر و صورت ملاواجی و دخترش. اهل مجلس ماتشان برد که چه حکمتی در این کار بود که این دختر ناشناس به همه گلفشانی کرد و به سر و روی ملاواجی و دخترش خاکستر پاشید. اما هرچه فکر کردند نفهمیدند آن همه گل و خاکستر از کجا پیدا شد.
شهربانو همین که دید مهمانها مثل جن‌زده‌ها گیج و منگ این طرف و آن طرف را نگاه می‌کنند و حواسشان پرت است، از مجلس زد بیرون و تند راه افتاد طرف خانه. پسر پادشاه داشت از شکار برمیگشت که در راه برخورد به شهربانو و با خودش گفت چنین دختری در این شهر است و ما بیخبریم؟ و راه افتاد دنبال او. شهربانو فهمید و تندتر قدم برداشت و خواست از جوی آب بپرد که هل شد و لنگ کفشش از پایش درآمد و ماند آن طرف جوب. شهربانو دید اگر بخواهد برگردد و لنگ کفش را بردارد پسر پادشاه به او میرسد. این بود که کفش را جا گذاشت و مثل برق خودش را رساند خانه. پسر پادشاه وقتی نتوانست به شهربانو برسد برگشت لنگ کفش را برداشت و با خود برد. باز هم بشنوید از ملاواجی و دخترش. ملاواجی و دخترش مثل برج زهرمار مجلس عروسی را ترک کردند و با عجله راه افتادند سمت خانه که دق دلی خاکسترهایی که توی عروسی به سر و رویشان ریخته شده بود را از شهربانو در بیاورند. هنوز پاشان نرسیده بود به خانه که ملاواجی صدا زد آهای دختر، بیا ببینم آن پیاله را با اشک چشمت پر کرده ای یا نه. شهربانو زود پیاله را که از اشک داشت لب پر میزد آورد داد به دست ملاواجی. ملاواجی به آن زبان زد. دید شور است. خوب توی پیاله را نگاه کرد. دید زلال زلال است. گفت دانه ها را چه کردی؟ شهربانو گفت همه را سوا کردم. و دست ملاواجی را گرفت برد دانه های سوا شده را نشان داد. چیزی نمانده بود که ملاواجی از تعجب شاخ در بیاورد. فکر کرد اگر کسی دل خوش داشته باشد و دستش به کار برود 1 ماه هم نمیتواند آن همه دانه را جدا کند. آن وقت چطور شهربانو توانسته هم اشک بریزد و هم کار به این سختی را نصف روزه تمام کند؟ ملاواجی شهربانو را فرستاد به رفت و رو به خانه و با خودش گفت پاک گیج شده‌ام. از کار این دختر هیچ سر در نمیآورم. دختر ملاواجی گفت ننه جان، حتما کسی کمکش کرده. ملاواجی گفت به نظرم آن گاو زرد ننه شهربانو است و یک جوری راه و چاه را نشانش می‌دهد. باید کلک این گاو را کند. ملاواجی این را گفت و پا شد رفت پیش حکیم باشی چشم و ابرویی نشان داد و با او ساخت و پاخت کرد که خودش را به ناخوشی بزند و وقتی حکیم باشی را آوردند بالای سرش بگوید علاج مرضش گوشت گاو زرد است. ملاواجی برگشت خانه. شب پیش از آمدن شوهرش گرفت خوابید و بنا کرد به آه و ناله که آخ کمرم، آخ دلم، خدایا مردم از درد، یکی نیست به دادم برسد. شوهرش دست پاچه شد، برایش گلگاو زبان دم کرد و به خوردش داد، ولی دردش ساکت نشد. روز بعد ملاواجی کمی زردچوبه مالید به صورتش. یک نان خشک گذاشت زیر تشکش و همین که شوهرش آمد خانه گرفت خوابید و بنا کرد از این پهلو به آن پهلو غلط زدن. همانطور که غلط میزد نان خشک تاراق و تروق میشکست و او مینالید خدایا چه کنم؟ استخوان‌هایم از درد دارند میترکند. شوهر ملاواجی سراسیمه رفت حکیم باشی را آورد بالای سر زنش. حکیم باشی نبضش را گرفت. خوب معاینه‌اش کرد و آخر سر گفت این مریض مرضی دارد که علاجش فقط گوشت گاو زرد است. اگر امشب یا فردا برایش تهیه کردید که هیچ، وگرنه حسابش با کرام‌الکاتبین است. مرد گفت شکر خدا خودمان یک گاو زرد در خانه داریم. حالا که شب است. فردا دم صبح سرش را میبرم و گوشتش را میدهم بخورد. شهربانو همین که این حرف را شنید دود از دلش بلند شد و دیگر حال و روز خودش را نفهمید و گرفت یک گوشه افتاد. هرچه فکر کرد چه کند که گاو را نجات دهد عقلش به جایی نرسید. آخر سر با خود گفت بهتر است بروم سراغ دیو و از او چاره کار را بپرسم. همان شب وقتی خاطر جمع شد همه خوابیده‌اند آهسته پا شد از خانه زد بیرون و رفت توی چاه. به دیو سلام کرد و قضیه را به تفصیل شرح داد. دیو گفت قصه نخور، زود برگرد خانه، مادرت را بیار توی صحرا ول کن. من هم همزادش را میفرستم جای او. شهربانو زود برگشت خانه.
گاو زرد را برد توی صحرا ول کرد و رفت پیش دیو. دیو همزاد گاو زرد را حاضر کرد و به شهربانو گفت: این را ببند جای مادرت. وقتی او را کشتند به گوشتش لب نزن و استخوان‌هایش را ببر توی طویله چال کن. شهربانو همزاد گاو زرد را برد خانه، بست جای مادرش و رفت 2-3 ساعتی را که به اذان صبح مانده بود راحت گرفت خوابید. صبح زود مرد رفت قصاب سر گذر را آورد. قصاب هم گاو زرد را از طویله کشید بیرون و کنار باغچه سرش را برید. بعد گوشتش را کباب کردند و خوردند. اما هرچه اصرار کردند شهربانو به آن لب نزد و همانطور که دیو سفارش کرده بود سر فرصت استخوان‌های گاو را جمع کرد، برد توی طویله چال کرد. ملاواجی گوشت گاو زرد را که خورد کم کم بلند شد راه افتاد، چون فکر می‌کرد دیگر دنیا به کامش شده و از آن به بعد کسی نیست به شهربانو کمک کند. ولی خبر نداشت که پسر پادشاه از لحظه‌ای که چشمش افتاده به شهربانو عاشق دلخسته او شده و کفشش را همیشه می‌گذارد زیر سرش و گردش را سرمه چشمش می‌کند. پسر پادشاه از عشق شهربانو بیمار شد و افتاد به بستر. حکیم به بالینش آمد اما از دردش سر در نیاورد. مادرش همه حکیم‌های شهر را جمع کرد و افتاد به دست و پای آنها که تو را به خدا هر جور شده از درد پسرم سر در بیاورید و او را درمان کنید. حکیم‌ها رفتار پسر را زیر نظر گرفتند و طولی نکشید فهمیدند پسر پادشاه عاشق دختری شده و لنگ کفش دختر را هم دارد. وقتی مادرش از ته و توی کار سر درآورد، پسرش را دلداری داد و گفت: خاطر جمع باش، دختری را که می‌خواهی از پشت کوه قاف هم باشد پیدایش می‌کنم و دستش را می‌گذارم توی دستت. روز بعد چند تا پیرزن گیس‌سفید لنگ کفش را برداشتند و خانه به خانه شهر را گشتند. اما صاحب کفش را پیدا نکردند. لنگ کفش را به پای هر دختری می‌کردند، یا تنگ بود یا گشاد. پس از چند روز جستجو صاحب کفش پیدا نشد. وقتی نوبت رسید به خانه پدر شهربانو، ملاواجی شهربانو را کرد توی تنور. یک سینی ارزن گذاشت در تنور و خروس را ول کرد طرف ارزنها که همان دور و بر بچرخد، سر و صدا راه بیندازد و ارزن بخورد، تا اگر شهربانو حرفی زد به گوش کسی نرسد. گیس‌سفیدها وارد خانه شدند و پرسیدند: شما توی خانه دختر ندارید؟ ملاواجی گفت: چرا نداریم؟ البته که داریم، خوبش را هم داریم. و تند رفت دخترش را آورد جلو. گیس‌سفیدها لنگ کفش را دادند به دختر که بکند پایش. دختر ملاواجی هرچه زور زد و تقلا کرد کفش به پایش نرفت که نرفت. چون خانه دیگری نمانده بود گیس‌سفیدها خودشان را از تک و تان انداختند و گفتند: دختر دیگری در خانه ندارید؟ ملاواجی گفت: دختر ما یکی دانه است، عزیز دردانه است. در این میان خروس بنا کرد به خواندن: قوقولی قوقو، سینی ارزن روی تنور. قوقولی قوقو، ماه پیشونی رفته تو تنور. قوقولی قوقو، سینی ارزن رو بردار، ماه پیشونی رو درار. گیس‌سفیدها آواز خروس را که شنیدند تعجب کردند. گفتند: این خروس چه میگوید؟ ملاواجی تند سنگی برداشت انداخت طرف خروس. گفت: این خروس بی محل است. همین فردا میکشمش و از دستش راحت میشوم. خروس از هول سنگ پرید روی دیوار و باز بنا کرد به خواندن: قوقولی قوقو، سینی ارزن روی تنور. قوقولی قوقو، ماه پیشونی رفته تو تنور. قوقولی قوقو، سینی ارزن رو بردار، ماه پیشونی رو درار. گیس‌سفیدها نگاهی کردند به هم و گفتند: بریم سر تنور ببینیم چه خبر است. و رفتند در تنور را برداشتند و دیدند دختری مثل ماه شب 14 در تنور است. یکی از گیس‌سفیدها دست دختر را گرفت از تنور درش آورد و از خوشحالی فریاد زد: کی تا حالا دختری دیده به پیشانیش ماه و به چانه‌اش ستاره؟ بقیه هم زود آمدند جلو و کفش را کردند به پایش و دیدند درست قالب پای دختر است. رو کردند به ملاواجی و گفتند: پسر پادشاه عاشق این دختر است و از عشق او پاک از خواب و خوراک افتاده.
حالا هرچه می‌خواهی بگو بیاریم و دختر را ببریم. ملا باجی گفت ما از شما چندان چیزی نمی‌خواهیم. 2 زر کرباس آبی، نیم من سیر و نیم من پیاز بیاورید و دختر را بردارید و ببرید. ولی به یک شرط. گفتند چه شرطی؟ گفت به این شرط که آن یکی را هم برای پسر وزیر بگیرید. گفتند این مطلب را به پادشاه میگوییم. او هم حتما فرمان میدهد به وزیر که آن یکی را برای پسرش بگیرد. اما سر در نیاوردیم چرا دختر به این قشنگی را که صورتش ماه و ستاره دارد به این مفتی میدهی؟ مولا باجی گفت قشنگیش سرش را بخورد. از بس که این پتیاره بدجنس و هوسباز است از دستش کلافه شده‌ام. صبح تا غروب بالای پشت بام برای جوانهای همسایه غر و غمزه میآید و پشت چشم نازک میکند. گفتند او را پسر پادشاه میخواهد و این حرفها هم ربطی به ما ندارد. صبح فردا گیس‌سفیدها با 2 زر کرباس آبی، نیم من سیر و نیم من پیاز برگشتند خانه ملا باجی و گفتند آمده ایم دختر را ببریم برای پسر پادشاه. ملا باجی گفت آن یکی را کی میبرید؟ گفتند یک شب بعد از عروسی پسر پادشاه میآییم و آن یکی را میبریم برای پسر وزیر. مولا باجی گفت حالا که اینطور است شما هم عصر بیایید و عروستان را ببرید. گیس‌سفیدها پرسیدند چرا عصر؟ مولا باجی جواب داد میخواهم برایش لباس عروسی بدوزم. خواستگارها قبول کردند و رفتند. مولا باجی از کرباس آبی پیرهن گل گشادی دوخت و کرد تن شهربانو. برای نهار هم 1 دیگ آش آلوچه پرچربی پخت. بعد آش آلوچه و همه سیر و پیازها را به زور و مشت و سقلمه به خوردش داد. دمدمای غروب گیس‌سفیدها برگشتند. شهربانو را از مولا باجی تحویل گرفتند که او را به قصر پادشاه ببرند. از خانه که بیرون آمدند شهربانو گفت از بیرون شهر برویم که من بتوانم از مادرم خداحافظی کنم. گفتند مگر این مادرت نبود؟ شهربانو گفت نه زن بابام بود. گفتند حالا فهمیدیم برای چه تو را قایم کرده بود توی تنور. بعد هم آن هم حرف زشت نثارت کرد و تو را به این مفتی داد. بگذریم. شهربانو راه گیس‌سفیدها را به طرف صحرا کج کرد و همین که رسیدند نزدیک چاه گفت شما همینجا منتظر باشید تا من بروم از مادرم خداحافظی کنم و برگردم. و زود رفت توی چاه. دیو گفت کجا میروی با این لباس کرباس و با این دهن که از آن بوی سیر بلند است؟ شهربانو گفت دارند میبرندم خانه شوهر. و از اول تا آخر ماجرا را برای دیو تعریف کرد. دیو زود رفت 1 دست لباس حریر، 1 تاج یاقوت، 1 انگشتر الماس، 1 گردنبند زمرد نشان و 1 جفت کفش طلا آورد پوشان به شهربانو. دهنش را هم با مشک و عنبر معطر کرد و گفت پسر پادشاه هرچه شراب داد به تو دستش را رد نکن. اما طوری که نفهمد شرابها را بریز دور. بعد دیو به شهربانو یاد داد اگر دلش درد گرفت چه کار کند. شهربانو از دیو خداحافظی کرد. از چاه رفت بیرون و برگشت پیش گیس‌سفیدها. همین که چشم گیس‌سفیدها افتاد به شهربانو تعجب کردند. پرسیدند اینها را کی داد به تو؟ شهربانو گفت مادرم. گفتند قدر چنین مادر با سلیقه‌ای را بدان. چون اگر جامه‌دان زن پادشاه را زیر و رو کنی چنین چیزهای زیبایی در آن پیدا نمی‌کنی. و با شهربانو راه افتادند طرف قصر پادشاه. به قصر که رسیدند همه اهل حرمسرای پادشاه سراپا چشم شدند و با تعجب شهربانو را تماشا کردند. در این میان پسر پادشاه آمد، دست شهربانو را گرفت و او را به اتاق مادرش برد. مادر پسر از دیدن صورت قشنگ ماه پیشانی ماتش برد. گفت تا حالا دختری ندیده بودم که در صورتش ماه و ستاره بدرخشد. بعد مجلس عقد برگزار کردند و شب هم بساط عروسی را راه انداختند. مطرب‌ها زدند و کوبیدند و مردم پایکوبی کردند. و آخر شب پادشاه، وزرا و اعیان و اشراف شهر قدم پیش گذاشتند. عروس و داماد را دست به دست دادند و فرستادند به حجله.
پسر پادشاه به سلامتی شهربانو شروع کرد به نوشیدن شراب و آنقدر خورد که سیاه‌مست شد و دیگر نتوانست روی پا بند شود و افتاد و خوابش برد. شهربانو هم خوابید، اما نیمه‌های شب از زور دلپیچه بیدار شد. دید دلش افتاده به غار و غور و نمی‌تواند خودش را نگه دارد. همانطور که دیو یادش داده بود، خودش را توی زیرجامه پسر پادشاه راحت کرد. پسر پادشاه کله سحر بیدار شد و دید وضعش خراب است و خیلی پکر شد. شهربانو که حواسش به او بود پرسید: چرا نمیخوابی و ناراحت به نظر میرسی؟ پسر پادشاه ناچار شد به شهربانو بگوید: بله، برایم اتفاقی افتاده که تا حالا سابقه نداشته و خجالت میکشم به کلفت‌ها بگویم بیایند و تمیزم کنند. شهربانو گفت: لازم نیست به کسی چیزی بگویی، خودم این مشکل را برطرف میکنم. پا شد زیر جامه پسر پادشاه را درآورد، بی سر و صدا آن را شست و انداخت روی درخت گل. صبح پیش از درآمدن آفتاب رفت زیر جامه خشک شده را آورد کرد پای پسر پادشاه. پسر پادشاه از این کار شهربانو خیلی خوشش آمد. یک دستبند الماس نشان به او بخشید و عشق و علاقه‌اش به او بیشتر شد. همه اینها را تا اینجا داشته باشید و باز هم بشنوید از ملاباجی. ملاباجی که منتظر بود همان شب اول شهربانو را با خفت و خواری از قصر بیاندازند بیرون و او را پس بیاورند، تا ظهر انتظار کشید و وقتی دید خبری نشد، پا شد رفت به قصر که سر و گوشی آب بدهد و از توی قضیه سر در بیاورد. ملاباجی پرسان شهربانو را پیدا کرد و دید نه خیر، تاج یاقوت بر سر و لباس حریر بر تن و گردنبند زمرد نشان بر گردن و دستبند طلا بر دست و انگشتر الماس بر انگشت، خوش و خرم گرفته نشسته و خدمتکارها مثل پروانه دور و برش میچرخند و ماه از پیشانیش میتابد و ستاره در چانه‌اش میدرخشد. ملاباجی یواش یواش خودش را رساند به شهربانو. سر در گوشش گذاشت و پرسید: دیشب دلت درد نگرفت؟ شهربانو گفت: چرا؟ تا صبح دلم مثل آسمان قرنبه غار و غور میکرد و به خودم میپیچیدم. آخر سر هم مجبور شدم خودم را توی حجله راحت کنم و منتظر بودم صبح با کتک از اینجا بیرونم کنند. اما همه اینها را به فال نیک گرفتند و پسر پادشاه یک دستبند الماس نشان هم هدیه کرد به من. ملاباجی با خودش گفت: ای به خشکی شانس، ما هر کلکی میزنیم که این بیفتد روز به روز بلندتر میشود. و زود برگشت خانه خودشان. دید خواستگارها از خانه وزیر آمده‌اند که پرسجو کنند چه چیزهایی باید بیاورند و آن یکی دختر را ببرند. ملاباجی گفت: 50 سکه نقره شیربها، 100 سکه طلا مهر، 7 دست رخت 7 رنگ برای روز اول عروسی، به اضافه انگشتر، طوق و علنگو. گفتند: چطور برای شهربانو فقط 2 زر کرباس خواستی و 1 من سیر و پیاز و برای این یکی سنگ تمام میگذاری و از چیزی کوتاهی نمی‌کنی؟ گفت: این دختر چه دخلی دارد به آن یکی؟ تا حالا هیچ مردی صدایش را نشنیده. آنقدر نجیب و سر به راه است که از زن آبستن رو میگیرد که شاید بچه‌اش پسر باشد. خواستگارها دیگر چیزی نگفتند و بنا به دستور شاه قرار شد عصر هر چه را که ملاباجی خواسته برایش بیاورند و دختر را ببرند برای پسر وزیر. ملاباجی که حرفهای شهربانو را باور کرده بود، آش آلوچه‌ای پخت و تمامش را به خورد دخترش داد. بعد مار و عقرب را حسابی تراش داد و پیشانی و چانه دختر را با چارقد ابریشمی خوشرنگی پوشاند. لباس نو به تنش کرد و عصر که خواستگارها برگشتند او را با کبکبه و دبدبه فرستاد خانه وزیر. همین که پای دختر ملاباجی به خانه وزیر رسید، پسر وزیر آمد پیشوازش. دید که از زشتی نمی شود نگاهش کرد، اما از ترس شاه جرأت نکرد جیک بزند. خلاصه دختر را عقد کردند، بساط عروسی را چیدند و شب عروس و داماد را دست به دست دادند و فرستادند به حجله. دختر ملاباجی از بس آش آلوچه خورده بود، پشت سر هم آرق میزد و بوی گند میداد بیرون.
نصفه‌های شب هم دلش درد گرفت و پا شد کمی اینور و آنور چرخید، ولی طاقت نیاورد و حجله را کثیف کرد. پسر وزیر از بوی گند از خواب بیدار شد و پرسید: این چه بویی است؟ چرا اینقدر غار و غور می‌کنی و اینور و آنور می‌چرخی؟ دختر گفت: مگر خبر نداری؟ این چیزها را باید به فال نیک گرفت. پسر پا شد، شمع روشن کرد و تا چشمش افتاد به صورت دختر و مار و عقرب را دید، جیغ بلندی کشید. از حجله زد بیرون، دوید توی اتاق مادرش و هرچه را دیده بود به او گفت. مادرش هم رفت قضیه را به وزیر گفت. وزیر هم به پادشاه گفت. پادشاه هم به زنش گفت. زن پادشاه هم به پسرش گفت و پسرش هم مطلب را با شهربانو در میان گذاشت. شهربانو هم از اول تا آخر سرگذشت خودش، مادرش، ملاباجی، مکتبخانه، خمره سرکه و گاو و پنبه و دیو را برای پسر پادشاه تعریف کرد. پسر پادشاه هم رفت ماجرا را رساند به گوش مادرش. مادرش هم به پادشاه گفت. پادشاه هم وزیر را خواست و گفت: چون فرمان من شما را به چنین دردسری گرفتار کرده، دخترم را می‌دهم به پسرت تا تلافی شود. وزیر گفت: با این مادر و دختر چه کنیم؟ شاه گفت: فرمان می‌دهم آنها را از باروی شهر بیاندازند توی خندق. بعد جشن مفصلی گرفتند. دختر شاه را به پسر وزیر دادند و همه کارها رو به راه شد. اما هوش و حواس شهربانو همیشه پیش مادرش بود و از دوری او روز به روز بیشتر غصه می‌خورد. این بود که یک روز صبح زود راهی صحرا شد و رفت توی چاه. به دیو سلام کرد و گفت: ای دیو، تو همیشه به من کمک کرده‌ای، اما بدون مادر نمی‌توانم زندگی کنم. دیو گاو زرد را آورد و با تیغ الماس پوستش را از پس سر تا نوک دم شکافت. یک دفعه مادر شهربانو از جلد گاو درآمد و دست انداخت گردن شهربانو. گفت: دختر جان، این رسم روزگار بود که مادرت را بیاندازی توی خمره؟ شهربانو نتوانست جواب بدهد و از شوق دیدار مادرش به گریه افتاد. دیو گفت: حالا جای گریه نیست. بروید و خوش و خرم با هم زندگی کنید. شهربانو از دیو خداحافظی کرد و دست در دست مادرش به قصر برگشت. پسر پادشاه وقتی دید چنین مادرزن خوبی دارد خوشحال شد و داد یک خانه قشنگ در قصر برایش ساختند و سالهای سال همه به خوبی و خوشی زندگی کردند. همانطور که آنها به مراد دلشان رسیدند، شما هم به مراد دلتان برسید. ممنون که تا انتهای داستان همراه هم بودین. شبتون آروم، خوابتون عمیق.